دوستا وطندارا خدا شما داشته باشه دیگه نمو بخیر. سر کوتل باغچار بور شدیم دیگه قد از مو باشه دوستا مو بریم ده خود باغچار دیگه دوستا با گفته علیشا که دوستا تیل از مو کسته لایک و سبسکرایب از یادشون نره دیگه. این هم از این کوتل دوستا وطندارا دیگه. اینی هم از نصف کوتل دیگه. مو بخیر ده نصف کوتل رسیدیم دیگه. تا سر کوتل خیلی کم مونده که مو بخیر مرسیم. شما قد از مو باشید یا اندوالا یارا اندوالام قد از مو هستن. مو خورار بلد نبوده. باز اینا خوب شانسی از هرات آمده بودن که قدیم خانهش اینجا ده باغچار بود. گفت ما موریم. باز ما گفتیم خوبه امی رفیق تو بریم بهتره دیگه. دوستا ما کوتل رو برایشون نشان بدم. خیلی رامنده تالی خیلی رامنده دیگه. معلوم هم نیه موقع چپلاق هم ده برف هست نیه. برف احتمال داره برف هم شاید باشه دیگه. دوستا ویدیو ادامه داره. سلام و احترامات خدمت کل دوستا میرفتم که شما وش کردید ما از کوتل آماده دیگه. تقریبا نزدیکی چی و این منطقه که هست به نام آوستکیه که بعضی دوستا ما خود ما از اینجا نمیدونم تالی بار اولین بار ما کمیته که نقل شده اینجا. آویت سنگ بوده که از بلیز سنگ آب میمدده. مردم استکی آب مخورد. به خاطری منطقه ای جای به نام آوستکی معروفه دیگه. شاید بعضی دوستا چی داخل کشور باشه چی بیرون از کشور باشه از این منطقه شاید خیلی خاطره ها داشته شه دیگه. دوستا شما قد از مو باشه تا ما بریم در خود منطقه باغچار. خدا یار و مدد. دوستا دیگه همین رقم که وش کرده چی ما از او چی که بود آویستکی که ما گفته که منطقه معروف بود از اونجا ما بر شدیم. و این منطقه که هست سر کوتل باغچار که معروف ده گردو میشه این منطقه اشتباه نکنم دیگه. دوستا شما قد از ما باشید دیگه. ما بریم داخل خود نوا از این نوا ما برایش ویدیو بگیریم از اینجا دیگه. دوستا خیلی بعضی از دوستا شاید از اینجا خاطره داشته باشه چی در اینجا چی در دیگه ولایت های افغانستان چی در خارج از کشور دیگه. دوستا قد از ما باشید جور و صحتمند. دوستا دیگه مرخم که گفتم اینی هم از یادگاری آجی و روزگانی که در بغل سنگ نشته که بسیار در خط زیبا که به نظر میشد خط نستعلیق باشه. با خط نستعلیق نشته که دیگه. تنها یادگاری از آجی و روزگانی که به نظر از ما ایتا که ما فکر منم اینمی نامو و اینمو زمینو و امو خانهش اینجا منده دیگه. خودشم فعلا در ولایت کابل در پایتخت زندگی مونه دیگه. دوستا شما قد از ما باشید این ویدیو ادامه داره. سلام دوستای عزیز. ما رقم از شی و مادیم از بخی زیارتی بیوی معصومه در منطقه همکار که اینجا خوشبختانه که ما از روزگانی طرف می آمدیم
باز یک چند دانه رفیقم امروز ما پیدا شد که فعلا اینا از قدیم خانهش همینجا بود، در منطقه باغچار بود، ولی فعلا که در ولایت هرات زندگی مونه و دیگه از این همسفر از خود دوستا ما خود متعالی از روزگان تا اینجا نام رشت حال نام زیر بلد نام یعقوب. نام یعقوب. تو یک خود خیگریزه معرفی کنم. ما یعقوب سر کربلای محمد رسول نوسیز زایی. خب بسیار خوب. نوسیز شما همین جای مثلا پیدا شده شما همینجا بوده در منطقه باغچار بود؟ ما همینجا پیدا شد همینجا. خب چند سال بودین اینجا تقریبا؟ ما دیگه زیاد بودیم تقریبا، ما تا زمان فرار نشد 30 سال، بیشتر از 30 سال همینجا من. خب بسیار خوب بسیار خوب. ولی برای فعلا هم قصد دارید بین پس دمی سر زندگی و سر زمین های خانه؟ ولی اگه در این امکانات کسی هم دار که من دیگه خیلی هزینه میخواه که آدم هزینه میخواه جور کنی خانه رو باید چپا کنی دوباره جور کنی. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه شب آمدنش که داشتیم امی سرای امی اولی که امی امالی فعلا که تخریب شده شما تا چی حد شما ولی از همین مصرف کردید از نظر پول و چیزا برای جور از برای اون زمان دقیق ما یاد نمانده بود چون ما خورد بودیم. ما اون زمان تقریبا 8-9 سالم بود دیگه. خب پول امی پول کالدار بود زمان؟ نه اون زمان افغانی بود، کالدار کس نمی‌نخشید. خب سه دیگه ویدیو زیاد طولانی نشونه. تو یک دونه خاطره اگه از امی اولی داره خاطره شیرین بگی تو برای از ما. والا خاطرات که زیاده که حال یاد دادم نمونده. اما یک دونه ریزش بگی. ریزش هم دارتون نمونده؟ نه با خدا دقیق یاد نمانده. مال ده چپنی مپنی کده یا نگیده؟ چپنی کده مره؟ و همون یک خاطرات از اون چپنی نداره در کوها و در مثلا بله چمن و بله تاله و البته خاطرات که زیاد داریم. اونش که بارم این حال که دم کوها بدرمشم سنگش قدادم صحبت نه آره چون ساعتگاه آدم خب سه دیگه ویدیو زیاد طولانی نشونم. برای زمین مردم که مورا از همین چینل میبینه برای از همین مردم چی گفتنی داره؟ برای از این مردم با خصوص دمو نفره هم قومایشم که منجی بوده دم باغچار انشالله این نار سایل نه برایشون لایک هم زیاد میده. خب طرفدار پیدا نه که اکثرا اونا اینجا زندگی کده اونا شوق از اینا داره. اونایی که اینجا پیدا نشده برایش چی هم نیست. خب سه بابا خود دیگه زیاد تشکر بابت از این معلوماتش.